آقا شما هم یادتونه قدیما عروسی که میگرفتن میرفتیم دور هم جمع میشدیم، میخندیدیم، میگفتیم، لذت میبردیم، میرقصیدیم، شادی میکردیم، با بچه ها بازی میکردیم، میافتادیم دنبال سر هم، قوطی نوشابه پرت میکردیم برای همدیه، آبشار درست میکردیم. ولی الان دیگه کو؟ بمیرم واسه تو که دلت میگیره. خب از اون جایی که قیمت دلار طلا از رگ گردن بهمون نزدیکتره و همچنین سرعت تورم در ایران خودمون از میگ خودمون هم بیشتره، خیلی از جوانهای دوست داشتنی خودمون، میدونم که 3 بار گفتم خودمون، که دیوانه وار عاشق همن، یا اول نمیتونن با هم ازدواج کنن. و حالا اینم بیدلیل نیست که خیلی ها دوست دارن با همون 1 قرون 2000 که دارن عروسی و یه مجلل و خاص و چوسی و اینا بگیرن. ولی تا میرسن به قیمت ها پسرا مثل همیشه به گردن نمیگیرن و خیلی شیک و مجلسی خودشونو کنار میزنن. آقا خدایی بگو، آخه چرا ما پسرا باید اینقدر بدبخت باشیم؟ چرا ما تا اسم دختر تا اسم زن میاریم باید دست به کارت بشیم؟ اصلا این طبق قانون ماده 8 باید اول صحبت بشه، بعدش برنامه ریزی بشه و بعدش کارت بکشی، نه که اول کارت بکشی. یه کمی ببخشید صدام بردم. حالا ما اگه بخوایم به دلیل قانع کننده تری برسیم میتونیم دست بذاریم روی ناهماهنگ بودن اخلاقا که همین روزا باعث شده هر ساله حدود 41% از ازدواج ها به طلاق کشیده بشه. خب یزید تو از هر ساله 100 تا ازدواج اگه 40 تاشم طلاق بگیرن، خب این چه زندگی شد دیگه؟ این چه زندگی شد دیگه؟ ای خدا، مگه ما چی کار میکنیم؟ ما به غیر از تلاش کردن برای زندگی، به غیر از درس خوندن، به غیر از پول در آوردن، مگه ما چی کار میکنیم؟ خدایی نامردیه. البته که هر آشوبی بیشش از فضای مجازی شروع میشه. ای خدا اینجا هم ولمون نمیکنه تا بتونیم از زندگیمون یه لذتی ببریم. بله، از اون جایی که درصد چشمگیری از طلاق ها خوشانت میشه. نمیخوام. یه چند نفری هم میبیننه. نمیخوام. یه چند تا دوستی رفیقی خیلی ربط از شماره دخترها به ما نزدیک تره، باید چی کار کنیم؟ باید این هم در نظر بگیریم. هی روزگار یادش بخیر. یادتونه روزایی که منتظر بودیم شام بدن تا قوطی نوشابه و نمک برسه زیر دستمون تا به خیال خودمون بیایم آبشار درست کنیم؟ یا همون اعصاب خوردی هایی که همیشه با مامانا داشتیم که میافتادن دنبالمون میگفتن یه جا بشین. این روزا تکرار نمیشه، پس تو وقت دارین از زندگیتون لذت ببرید و کنار خانواده باشین. ایشالله هر جا هستین در کنار خانواده شاد، سر حال و پر انرژی ببینمتون. عشقای من، خدا نگهدار تا ویدیوی بعد.